خدا پیغمبری ما حضرت محمد آدم خوبی بود و کودکان محبت میکرد و نیازمندان و فقیران کمک میکرد. بیبی مبابیم از حضرت محمد نقل‌های بسیار کردند. من این شعر را به او میبخشم. پیامبری گرامی، بنده خوبی خدا، چی خوب عبادت میکرد خدای مهربان را. خیلی نماز را دوست داشت، خیلی نیایش میکرد. وقتی نماز صدایش دل را نوازش میکرد. قشنگترین لباسش وقتی نماز تنش بود. پر از شکوفه از بخچه پیرهنش بود. دستها را بالا میبرد، الله اکبر میگفت. هزار گلی ستاره در چشمانش میشکفت. میگفت نماز بخوانید، نماز ستون دین است. قشنگترین کار ما در زندگی همین است.